بچه‌های عزیز، باوری دارم که شما از فرارسی فصل زیبای زمستان و باریدن برف نقره‌گین شاد و مسرورید. پس بیایید امروز یک جایه به سیر طبیعت این فصل زیبا میبریم و با رسم یک آدم برفی روی لوحه را آرام میدهیم. اگر شما آماده کار باشید، قلم را میگیریم و شروع میکنیم به کار ایجادی. ما تصویرمان را از گله آدم برفی شروع میکنیم و همین طریق نمود عمومیش را تصویر کرده پوره میکنیم. آن را پوره نموده اکنون میگذاریم به تصویر دیگر قسم‌های بدن آدم برفی. اینجا ما گردنبندش را به نظر نمایان میکنیم. همین طریق گردنبندش را پوره نموده اکنون دیگر قسم‌های بدنش را نیز به نظر نمایان میکنیم. دستهایش را این گونه تصویر نموده اکنون پوره بدنش را نیز تصویر میکنیم تا به پایان آن را دوام میدهیم. همین طور آن را با پورگی تصویر نموده اکنون دست پوشک های آدمی برفی را با همین طور تصویر میکنیم و اکنون میگذاریم به پوره کردن تصویرمون و اینجا یک چند توگمه ها را تصویر میکنیم. اینجا توگمه ها را تصویر کرده میگذاریم به پوره کردن چشمان آدمی برفی. همین طریق چشمانش را پوره کرده با تصویر بینی چهرهش را پوره میکنیم. اکنون تبسمش را نیز به نظر نمایان کرده همین طور پوره میکنیم. اکنون ما با تصویر کلاه رسم آدمی برفی را باز هم پوره تر میکنیم. اول این قسمت پیشی کلاه را پوره میکنیم. دوام میدیم دو این قسمت لوحه و اکنون قسم بالایی کلاه را همین طریق تصویر می نماییم. آن را پوره کرده تسمه چشم را نیز به نظر نمایان میکنیم. اکنون با تصویر یک چند دانه چلغوزه و شاخه درخت رسم آدمی برفی را باز هم پوره تر میکنیم. چلغوزه های اول را ما در همین جای داده تصویر میکنیم. آنها را همین گونه آرام میدهیم و اکنون شاخه های درخت را نیز به نظر نمایان میکنیم. اکنون آنها را با این اشاره ها پوره میکنیم. این شاخه ها را پوره کرده اکنون یک چند چلغوزه دیگر رو در روی برف جای داده تصویر میکنیم. آنها را با این طرز تصویر کرده آرام میدهیم. آنها را با این اشاره ها پوره کرده میگذاریم به تصویر شاخه های درخت. اینجا نیز شاخه ها را پوره میکنیم. همین طور پوره کرده رسممان را خاتمه میبخشیم. اکنون در پهلوی دیگری آدمی برفی ما یک توپ رنگ را تصویر میکنیم. ما توپ را با این اندازه تصویر میکنیم. آن را با این شکل پوره کرده مبین آن را با یک خط اشاره میکنیم و با همین پوره میکنیم. بچه‌های عزیز، بیایید اکنون با تصویر درختان ارچه منظره لوحه را باز هم پررنگ‌تر و زیباتر میگردانیم.
درخت اول را ما در همین قسمتی لوحه جای داده تصویر میکنیم. شاخه هایش را با همین شکل تصویر کرده اکنون کمی اندازه هایش را نیز تغییر میدهیم تا به پایان تصویرمان را ادامه میدهیم. ما تصویر درختی ارچه را ادامه میدهیم و تا به پایان آن را تصویر کرده اکنون میگذاریم به تصویر ارچه دیگر. آن را حجما خردتر و نظر نمایان میکنیم. این درخت را نیز مثل درخت دیگر با همین شکل و نظر نمایان میکنیم. شاخچه هایش را پر میکنیم. پایان را نیز پر کرده تصویرمان را ادامه میدهیم. همین طور. بچه عزیز، ما تصویر لوحه را با استفاده از قلم عادی پورا به انجام رسانیدیم. اکنون میگذاریم به رنگ و بار آن. برای این ما از رنگ کبوتی بلند استفاده میبریم. رنگ کبوت را نیز روی شیشه آماده نمودیم. اکنون میگذاریم به رنگ و بار آدمی برفی. آن را با همین طرز قسما رنگ و بار میکنیم. خاطر رسان میکنم که بچه عزیز ما با این رنگ بابای برفی را قسما رنگ و بار میکنیم. این قسمت ها را پر کرده قسم های پایانی را رنگ و بار میکنیم و با همین رسمی آدمی برفی را باز هم پورتر و زیباتر میگردونیم. اکنون با استفاده از مای قلم مهین و رنگ سیاه چهره آدمی برفی را پوره میکنیم. رنگ را آماده کرده میگذاریم به رنگ و بار. ما نازکانه داخل چشمانی آدمی برفی را رنگ و بار میکنیم. همین طور یک چشمش را پوره کرده میگذاریم به چشم دیگرش. اینا نیز با پورگی رنگ و بار نموده اکنون قسما دکمچه هایش را نیز رنگ پوش میکنیم. اکنون ما برای ادامه رنگ و بار از رنگ نارنجی استفاده میبریم. رنگ نارنجی نیز روی شیشه آماده شد. با این رنگ ما اول بینی آدمی برفی را رنگ و بار میکنیم. بینیش را پوره نموده اکنون یک قسم توب را نیز با این رنگ زیبا رنگ پوش میکنیم. آهسته و نازکانه توب را رنگ و بار میکنیم. همین طور. اکنون با استفاده از مای قلم نسبتاً کلانتر و رنگ زردی بلند ما کلاه آدمی برفی را رنگ و بار میکنیم. رنگ زردی بلند را نیز تیار نمودیم. چطوری که گفته ما اول رسمی کلاه را رنگ و بار میکنیم. خاطر رسان میکنم که بچه های عزیز ما فقط قسم بالایی کلاه را با این رنگ پوش میکنیم و با همین میگذاریم به رنگ و بار گردن بندی آدمی برفی. این را نیز نازکانه رنگ پوش نموده پوره میکنیم. اکنون ما برای ادامه رنگ و بار از رنگ جگری بلند استفاده میبریم. رنگ جگری را نیز آماده نمودیم. با این رنگ ما اول رسمی کلاه را پوره میکنیم. نازکانه ما کلاه را رنگ و بار میکنیم. آهسته آهسته آن را با این شکل رنگ و بار نموده اکنون دست پوشک هایش را نیز رنگ و بار میکنیم. ما باز از رنگ تازه میگیریم و رنگ و بارمان را ادامه میدهیم. دست پوشک هایش را پوره نموده اکنون رسمی چلغوزه ها را نیز رنگ پوش می نماییم. با همین چلغوزه های پایانی را نیز رنگ پوش نموده همین گونه آنها را پوره می کنیم و یک باره توگمچه های
بابایی یعنی آدمی برفی رو رنگ و بار می نماییم. همین طور. اکنون برای ادامه رنگ و باری لوحه ما از رنگ سبزی بلند استفاده می بریم. رنگ سبز را نیز روی شیشه آماده نمودیم. با این رنگ اول نیمه دیگری توب را رنگ و بار می کنیم. توب را با پرگی رنگ و بار نموده با همین رنگ می گذاریم به رنگ و باری شاخه های جلغوزه. آن را آهسته آهسته رنگ و بار می نماییم. همین طور به شاخه های بالایی می گذاریم. اینجا را نیز پوره می کنیم. ما باز از رنگ تازه می گیریم و شاخه های پایانی جلغوزه را رنگ و بار می نماییم. اکنون شاخه های دیگر را نیز نازکانه رنگ پوش نموده موافق شکل شاخه آن را رنگ و بار می نماییم و با همین پوره می کنیم. همین طور. بچه های عزیز اکنون ما از رنگ بنفش استفاده می بریم. رنگ را آماده می کنیم و می گذاریم به رنگ و بار. اول ما حاشیه توب را رنگ و بار می نماییم. آن را آهسته آهسته تا پایان رنگ و بار نموده با همین آدمی برفی را قسماً رنگ و بار می نماییم. اینجا را پر کرده کمی قسمای پایانی را نیز رنگ پوش می کنیم. اینجا را پر کرده با همین تصویرمون را باز هم زیباتر می گردونیم. ما باری دیگر از رنگ سبزی بلند استفاده نموده هر جا شاخه های درخت را رنگ و بار می کنیم. خاطر رسان می کنم که بچه های عزیز با این رنگ ما هر جا شاخه های درخت را رنگ و بار می کنیم و قسمت های دیگر را همچون برف پوش باقی می گذاریم. همین طور ما شاخه ها را پوره و زیبا گردانیده با همین می گذاریم به درختی دیگر. ما باز از رنگ تازه می گیریم و رنگ و بارمان را ادامه می دهیم. اینجا نیز درخت را آرام می دهیم. ما قسماً شاخه های درخت را با این رنگ و بار نمودیم. همین طور. اکنون ما روی شیشه رنگ کبود را نفیستر آماده نموده رسم درختان را با پرگی رنگ و بار می نماییم. رنگ کبود را نیز روی شیشه آماده نمودیم. با این رنگ ما اول درختانی برف پوش را رنگ و بار می نماییم. چه خیلی که گفته بودیم بچه های عزیز ما قسماً درختان را سفید باقی می گذاریم تا که برف پوش بودن آنها را به نظر نمایان کنیم. همین طور قسمای پایانیش را نیز رنگ و بار می نماییم و پورگی آنها را رنگ پوش نموده می گذاریم به درختی دیگر. این درخت را نیز همین طور آهسته آهسته و نازکانه رنگ پوش می نماییم. اینجا را نیز پوره می کنیم. همین طور. اکنون برای اشاره کردن تاریکی های درختان ارچه ما از رنگ کبودی بلند استفاده می بریم. رنگ کبود را آماده می نماییم و می گذاریم به رنگ و بار. خاطر رسان می کنم که بچه های عزیز ما با این رنگ قسماً درخت را رنگ و بار می کنیم. شاخه ها را اشاره نموده آهسته آهسته تا قسم پایانی می رویم. ما رنگ و بارمان را ادامه می دهیم و گرد و اطراف آدمی برفی را نیز اشاره می کنیم و با همین درخت ها را باز هم زیباتر می گردانیم.
و با همین میگذاریم به رنگ و بار درخت دیگر. اینو نیز قسمای پایانی شاخه ها رو رنگ پوش میکنیم. همین طور تا به پایان ادامه میدهیم. ما باز از رنگ تازه میگیریم و رنگ و بارمان را ادامه میدهیم. با همین قسمت پایانی لوحه را نیز با این رنگ پوش می نمویم. همین طور یعنی تاریکی های برف را اشاره میکنیم. اینجا را نیز ما قسما رنگ و بار می نمویم و با همین تاریکی های برف را نیز اشاره نمودیم. اکنون روی شیشه رنگ جگری پس را آماده نموده منظره لوحه را باز هم پورتر میکنیم. رنگ را آماده میکنیم و میگذاریم به رنگ و بار. با این رنگ ما هر جا فضای منظره را رنگ و بار می نماییم. اینجا نیز کمی قسمای پایانی را رنگ و بار نموده با همین فضا را باز هم پورتر و زیباتر میگردونیم. ما رنگ و بارمان را ادامه میدیم و قسمای بالایی را کمی مهین‌تر و نفیستر رنگ و بار می نماییم. همین طور. با همین ما رنگ و بارمان را قریب که به آخر رسانیدیم. همین طور پورا نمودیم. ما تصویر و رنگ و بار لوحه را پورا به انجام رسانیدیم. ما امروز روی لوحه را با منظره فصل زمستان و آدم برفی آرا دادیم. در همین جا نمایش امروزه ما به آخر می رسد. خیر بچه عزیز، شاد و پیروز باشید.